باری دیگر سلام عرض میکنم بر کلی اون نفرانی که این دم این نواری ما رو تماشا دارند. من نماینده تشکیلات جمعیتی آرمان دلها در جماعت دهاتی کلکان مهرالله مصطفی هستم. چطوری که خود شاهد از آن گشته اید که کمی بیشتر یک نفر ساکنی جماعت دهاتی کلکان همروبایف منصور خان که با عریضه بر ما با عریضه خود بر ما یک کمک پولی مراجعت کرده بودند که این نوار رو ما چنده پیشتر با سامانه های اینترنتی فیسبوک و کانتاکت و دیگر سامانه های اینترنتی پخش نموده بودیم که با واسطه حبیب الله اسماعیلوف که آن برادرانی که بیرون از وطن هستند و در مهاجرت هستند با همراهی حبیب الله اسماعیلوف بر ما 3,500 روبل روسی جمع آوری نمودند که جمع قریب 500 سامانی رو در بر میگیرد. بر ضمن این ما نیز از تشکیلات جمعیتی آرمان دلها باز 500 سامانی دیگر جمع نمودیم که در جمع 1000 سامانی رو تشکیل میدهد که ما عین زمان در نزد خانه انا همین بیمار قرار داریم که خواستیم انا همان 1000 سامانی رو بر بیمار سپاریده باشیم و در فرجام اظهار مینادار رو بر آن نفرانی که اقدام اینه که تشکیلات رو دستگیری نمودند، بر آن نفران، بر آن برادرانی که بیرون از وطن هستند و یعنی کمک های خود را دریغ نداشتند بهری بهبودی انا همین بیمار اظهار میناداری کلی کارمندان تشکیلات جمعیتی آرمان دلها را میرسانیم و خدا کند که با سری بلند بر دیار عزیزشان بر نزد پدر و مادر برگردند.